فرزندها حق خونه دارن فرزند مرده نگاه میکنی برای مرد مسلمان عیب از پدلایی که سود بگیره الیمنتش ببنده برای نفقه فرزنده در کلش فرض است در دنیا هم جواب میگه و فردا روز قیامت هم جواب میگه فرزند به جای خوب تامین کردن در کلش فرض است تو وقتی به بلوغت رسیده باید که جای خوب فرزند خوب خونه شخصیش باشه خوب کوارتیر باشه باید تامین کنه اما زنش این حق نداره وقتی زن طلاق کرد اگر دیگه زندگی کردنی نباشن تو زمان گذشتن عیده را زنک میتونه که در همون خونه بیسته نفقش هم در کلای شوهر شد جوی خوب شد همین عیدش که گذشت او باید خونه را خالی کنه زنک حقی مسکون ای طریق پا نداره که قانونای دنیوی هست اما زنک که گودک داره مثل گودک میده داره حق حیزانت همیشه در زنک هست یعنی که اگر همین رزبور شود در شریعت که کودک در کی میسته در پدر میسته یا مادر تو همون 5-6 سالگی تو به عقل شده حق مادر هست یگان پدر حقی او را گرفتن نداره مادام گودک در دست مادر هست گودک باید با جای خوب تامین کنی کو اگه تامینش کردی حیزانه در سری مادرش هست مادرش مادام که شوهر نمیکنه نمیره قطعش میست اوخی این همی جده همین مغزی گب در همی جده نه که زنه که گودک نداره اوی تری حقی دعوی خونه نداره 18 بلو شد چیه؟ 18 بلو اما وقتی که کودک به بلوغت رسید از زیمه پدر دیگه ساقید میشه میتونی زنه حق دعوی در طول لقب در بیرشید زنک اونا نمی مهر وقتی بلشویکا اومدن همه زیر زبر و پایمال شد ولی همی از ظلم داره بخیم و در حق همی زنکا این همی کاری که ما میکنیم یک برنج میبریم روغن میبریم با پدری دختر میگیره همین را ما مهر گفته میبریم او میگیره توی میکنه با مردم نمیته مهر حق خاص الخاصی زنک هست انا اون عروس هیچ که حقی تجاوز در اون مهر ندارن نه پدر و مادر خودش نه شوهرش نه کسی 3-4 کوپا و کوپاچه را مهر گفته میگیره میبریم با برای مهمونان زنک بیار کوپاچه پرتو او مالی همون زنک دیوان خوکنی حقی زنک میتونه شو شرح نتده بولی هم دیوان مهر شای اوخی همین مسئله در ما ظلم بکنیم بخلو یک برادر انا زنگیر شید انا بگیم یک گراجدانین افغانستان در اینجا در پاسپورت افغانستان یک از کار میکرده است دختری همون را معقول کرده است مقصد گرفتنی شید این والله الان سالوی 2006-2007 بده خیلی شید بعد خسگوری بود مراحکا همون آدم انا همنومی ما بوده است همون برادر افغان احترام میکرده است ماشیتی ما میکرده است نمازخونی بایی گفتم میشناسم یا خسگوری بریم رفتیم بسیار خوب قبول میکرد او عزت میکرد هیروی بوده است هیروت مردم هیروت بعد گفتیم من بخیر گفت بسیار خوب دختر دید است بچه را گفتیم ما یا دیگرم معقول کرده یا قبول های گفت بسیار خوب مهری دخترم یا یک خونه ها بچه گفتیم وزبینی بعد گرفتیم گفت چی وزبینی در همه افغانستان جنگ زده که همه خراب شده است مهری دختر ایز جو ترک درست پس یک گپ خور میشه میزنه دختر را پیش میکنه میمونه به صاحب بخی حکمت مهر همی هی که وقتی سرش داد طلاقش داد زنگه بیچاره دیگه گردنکش کایده شوه که برای مسکونم کنه اما خب پلی داشته باشه که یک کوارتیره که بگیره چند مدت امام زندگی کنه تا وقتی شوهری نو کردن شه آنها میرم ما متاسفانه پایمال میکنیم زیری پا میکنیم همینجا هم بسیار نامردی هایده همه اوخی یک کارایی که نه با قاعده شریعت ما عمل میکنیم نه با قاعده قانون حکومت عمل میکنیم میخوایم هر دشه اوخوش کنیم که نمیشه ده تربوز ده یک دست خیلی میکنیم نمیشه یک دو نکنیم و بچیزیم نوجه هر کی باشه او حقی حلالی همو هیچ که حقی تجاوز نداره او از رجوع همون سوال آبیتون بکر او نمازتون خلاص کنه که من مسافرم اتیم الصلاتکم انا قوم سفر پیغمبر هم خیلی میگفت اصلا همون اعلام پیش های نماز نیست بعد نماز هست ما برای که نمیخیلی ما بود یک کس در وقت ابتدای نماز ایتنا اومد و بعدتر اومد بفهمه همین سلام دادی بگو اتیم الصلاتکم فانا قوم سفر یا که انا مسافر بگو همین قبول انشالله او میفهمن بله انا حالتای میشه که یک کس روز خونده سی نمیدونی که فرض خونده است یا کسی نه من مولا چیکو کردم فرض خونده است میشه که مثال اومدی ها خفاش اقتدا کردی اما آدمی به عقل باشه مثال اگر نمازی فرض باشه تکبیرها رو بلند میگن تکبیرهای
انتقالی را همین بلند که گفت معلومه که همین فرض این وقت را خونده نه که اگر نماز نفل باشه همون تکبیر را بلند نمیگه بلند که نگفت خودت اسم میکنه که بگی همین مقصد که نماز نفل سلامتی سرس ولی فرض مقصد اقتدای تو با او درست نمیشه اقتدای مفترض با متنفل درست نیست شخص نفل میکنه از قبلش نماز فرض کردن درست نیست انا مسئله زکات همین زکات سلوش دیگه که اگه اون شب فراموش کردگی یا که دودگی نیستی همین مثلا هم کس خیر میکنی که اگه اون سخاوت میکنی در همون اگر با نیت زکات کنی اما آدمی را که خیر میکنی حقیقتا مصرف زکات باشه میشه با نیت زکات در زکات نیت فرض است نیتت باید زکات باشه زکاتی پیشینه بعد همون آدمی که میتیش بدونه که همین کمبغل است اگر بوی باشه ما نمیگم یک آدم باشه که دورا پول مثلا 4000 دلار داره میگه من ندارم چرا نمیدونی که نداره اگر بدونی که نداره اگر ندونی که دوره دودی ان شاء الله از ایمای سوقی میشه و خودش نداره میشه نه که اگر شبهه داشته باشی نه برای همین زکات پوشیده دادنش خوبه ثواب بیشتر داره و این تخفوها و تؤتوها فهو الخیر لكم اگر به شرطی که همون خیر صدقاتون الله میگه که پوشیده بتین مقصد که کم بغل صاحب مال کرده برای شما ثوابش بیشتره بهتره علما میگن با استثنای زکات زکات بهتر است که اعلان کرده بودی اشکار بودی چرا یا آدم میتی او خیال میکنه هدیه هم داده است اگر نگفتی نه که اگر تو گفتی زکات های مثال اگر خدا ترس باشه مسلمان باشه و مصرف زکات نباشه میگه ما در زکات نمیشوه مودا نمیشوه زکات نه که اگر مقصد که خدای نکرده فاسق و فاجر باشه و آشکار نکنه مادام که تو نمیدونی که این مقصد مصرف زکات نیسته یا دودگی خلاص شدی تو نمیدونی که انا ثانیاً یک آدم میبینه بچه میگه این مردکو زکات میدودیم که این زکات فرض بوده است ما چی کمی داره بیمورم بتیم سبب تحریک دیگران میشود همین خاطر زکات بهتر است که آشکار باشه خدا حفظ ای کی مسلمانی و بینای مسلمانی چند تا همه قوری از یاد میدونن به خاطر که میقپیدن به خدا قصد میپرسیدن و اگر نمیدونستی گوشت میقپیدن یا 180 گراد استو میدادن همه چیزا استا از بین رفت دیگه اینا همین بینهایت مهم است بسیار لازم است این سوالای حیاتی است حقیقتا این تیمم بسیار مهم است تیمم خلیفه وضو است خلیفه غسل است در تیمم بچه‌ها 4 فرض است این پریموی اودارای بکی همه داخل در تیمم 4 فرض است اول نیت کردن نیت در تیمم فرض است به نیت تیمم نمیشود طهارت در نیت سنت است نگی در تیمم نیت فرض است دوم قصدی چیزی پاک کردن از جنس زمین هر چیزی باشه از جنس زمین پاک باشه یعنی بولش نجاست آلو نباشه جنس زمین کشید خاک میشوه ای همه بهتر خاک است سنگ میشوه خم میشوه اوحک میشوه گچ میشوه همه چیزا جنس زمین هست اینا مثلا در تنه اینه دیوال تیمم کرده نمیشوه ابوی داره کاغذ است هر چیزی که در علو میسوزه هر چیزی که او میشوه او نمیشه تیمم نه که اگر بروی همه گرد غبار داشته باشه چند مدت اگر به شرط خونه هم تا به صحیح باشه و گرد غبار باشه که همین تا بزنی که چند شوه تیمم بشوه